به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران مسلمان، در این نوار میخواهم به شما درباره فضیلت ذکرهای سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر چند سخنی گفته گذارم. نوار را تا آخر گوش کنید و به دوستانتان نیز بفرستید. فضیلت ذکر سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در روز 100 مرتبه بگوید سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، گناهانش اگر چند مانند کفک بحر باشد هم آمرزیده می شود. و این چنین فرمودند 2 کلمه بر زبان سبک در میزان حسنات سنگین و نزد رحمان محبوبند. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. یعنی پاک از خدا و او را ستایش میکنم، پاک از خداوند بزرگوار. همچنین فرمودند 4 جمله نزد خداوند از محبوب ترین سخنان است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همچنین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند این که بگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر برایم از آنچه آفتاب بر او طلوع کرده است محبوب تر است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این چنین پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند آیا یکی از شما نمیتواند که هر روز 1000 حسنه نیکی به دست آورد؟ اصحاب گفتند آیا یکی از ما میتواند هر روز 1000 نیکی به دست بیارد؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند آره، کسی 100 بار سبحان الله بگوید 1000 نیکی برایش نوشته می شود یا 1000 گناه از او محو می گردد. برادر و خواهر مسلمان، این ذکرها را از خود بکن و بسیار تکرار بکن تا صاحب هزارها ثواب و حسنات گردی. باقی در امان خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.